به نام خدا شروع میکنیم این جلسه رو. خب این جلسه ادامه جلسه قبل تو بازار BX و قصد داریم $12 رو افزایش بدیم و خب این جلسه بیشتر قصد دارم که همون روش که قبلا اومدم استفاده کردم و ازش جواب گرفتیم با هم وارد معامله میشیم، ولی خب مدیریت سرمایه و گام به گام اومدن جلو رو هم سعی میکنم انجام بدم. ولی خب اگه قرار باشه مدیریت سرمایه انجام بشه باید این اهرم به 1 برسه یا 2 آخرش. بعدش باید با 15% یا 30% کلا معاملات انجام بشه. ولی خب من میخوام این کار رو انجام ندم و خب گام اول میریم تو 1 ساعته تجزیه و تحلیل کنیم، ببینیم بازار چطوره. خب سطوح حمایت مقاومتش رو مشخص کنیم. خب همینطور که دارین مشاهده میکنید بازار یه روند خیلی خوبی که بگیم نداشته. یه کانال ایجاد شده، کانال سعودی، و الان هم داره خنثی کار میکنه و میخواد کمی ریزش داشته باشه، ولی این ریزش تو بلند مدته. ما چون که معامله‌مون تو دقیقه است میریم 15 دقیقه رو بررسی کنیم. خب این یکم بهتر شد و حالت خنثی داره بازار میاد جلو. یکم کارمون سخت میشه. یعنی چی؟ یعنی میزان سودمون حد اکثر 1% یا 2% تو هر معامله است که اهرم پشت سر شاید بتونه بهمون کمک کنه. خب بیایم مشخص کنیم نقاط مهم واسه خودمون قبل معامله تو 1 دقیقه. یکم من اینو باید بیارم بالاتر. خب از این قسمتم الان بهتر شد و قسمت بعدمونم بیایم سطوح مقاومت و حمایت دوباره رو داشته باشیم. خب میریم توی 1 دقیقه. خب همونطور که دارید نگاه میکنید کانال صعود نزولیه، پس اون پوزیشنی که قراره باز کنیم با 25 تا وارد معامله میشیم، پوزیشن شورت باز میکنیم و باید منتظر بمونیم این سطوح شکسته بشه. 30 تا دیگه به معاملم اضافه میکنم و به این قسمت ها برسه 35 تا دیگه اضافه میکنم و با اکثر پولم. ولی اگه روند برگرده تا 3 تا معاملم رو برمیگردونم. یعنی تجزیه و تحلیلم اشتباه بوده و از همون اول من خودم هم گفتم باید بتونیم مدیریت کنیم ذهنمون و احساساتمون و بدون هیچ دانش ادامه ندیم مسیر رو. خب قسمت اول رفت، 10 تا دیگه اضافه میکنم که بشه 35 تا وارده. خب الان من نیاز دارم واسه آرامش ذهنی بیام حجمم داشته باشم. خب حجم همونطور که نگاه میکنید منفیه و الان به سود من، یعنی یه آرامش خاطری دارم که معاملم بهم سود میده. خب خیلی سواله واسهتون چرا دارم تو بازه ساعت 11 تا 1 اومدم سمت رمز ارز فعالیت میکنم.
خب من کسب درآمد اصلیم از بازار فارکسه و خب بازار فارکس هم من بیشتر بازه زمانی 2 تا 6.5 معاملاتمو انجام میدم. سر همون قبلش باید یه کاری انجام بدم. پس خب تو این 2 ساعتی که زمان دارم میام رمز ارز واسه اون دسته از افرادی که میگن نمیشه با مبالغ کم ترید رو شروع کرد، میخوام بهشون نشون بدم که مبلغی میتونید وارد بازار بشید و قرار نیسته که شما خیلی مبالغ سنگین و همین اول راه وارد کنید. خب همینجا که دارید مشاهده میکنید 2 تا کانال رو قبلش اومده ایجاد شده. خب این کانال نزولی و این هم کانال صعودی. خب بذار قشنگتر رسم بشه. خب باید نقاط این قسمت میگن کانال نزولی و خب قسمت کنارش هم میشه کانال صعودی که دارید مشاهده هم میکنید. و همینطور که دارید تو تصویرم نگاه میکنید روند کجا برگشته. تو همین معاملات 1 دقیقه اصلا دارم صحبت میکنم، قرار نیست برم معاملات بیشتر. دقیقاً قسمتی از معاملاتمون که قبلش اومده بودیم گرفته بودیمش. خب توجه کنید یه برخورد داشته به سمت بالا اومده، پول بک زده و باز برگشته به حالت قبلش و دوباره به همون سطوح حمایت مقاومت رسیده و باز ریزش داشته. خب نمیخوام صفحه مانیتورم انقدر شلوغ باشه پس حذفشون میکنم اینا رو. خب اکثر بچه ها میگن بعد ورود نیازه که یه صفحه نمایش خیلی بزرگ در اختیارمون باشه، یه لپتاپ باشه، فلان وسیله‌ای باشه واسه بهتر ترید کنیم. به نظر من اینا همش بهونه است. کسی که قراره ترید کنه حتی با گوشی هم میتونه انجام بده. درسته که صفحه نمایش یکم کوچیک‌تره، اذیت میشه از یه بابت، ولی میشه انجام داد. و مهم اصل هممون اینه که ما همون آورده‌ای که داریم تو گام اول حفظ کنیم و تو گام دوم به فکر افزایشش باشیم. حالا این افزایش میخواد چجوری باشه دست خودتونه. یکی هست میگه من دوست دارم تو کارهای کم ریسک معاملات انجام بدم، یکی هست میگه اصلا من دوست دارم برم توی حوزه دیگه فعالیت کنم. ببینید همه اینا خودتون هستید که تصمیم میگیرید. قرار نیست به صحبت من تنها اکتفا کنید، نه، اون تصمیم گیرنده که همیشه داره انتخاب میکنه شما هستید. پس به این موضوع قشنگ دقت داشته باشید. خب الان یه 20 دیگه به معاملم اضافه کنم و نمیخوام بیشتر از این زیاد شما اذیت بشید. سر همون چند تا معامله انجام میدم و قسمت آخر رو بهتون گزارش میدم. ما تریدرها همیشه یه چیزی رو باور داریم، یه هدفی داریم، یه تجزیه و تحلیل قبلش اومدیم انجام دادیم و از هر معامله‌مون هم یه خواسته ای داریم و خواستمون هم اینه دارایی که داریم رو حفظ کنیم تو گام اول، تو گام دوم به فکر افزایشش حالا باشیم و افزایشش هم اینطور نیسته که بگیم آره معاملات خیلی خیلی با ریسک بالا بیایم انجام بدیم و آنچنان دانش و تجربه ای نداشته باشیم، نه. و مهمترین اصل تو من تریدر برای موفقیتم، برای ادامه دادنم تو این مسیر، برای گام برداشتن تو مسیر موفقیت اینه
یه مسیری رو قبلش طی کردم، 7 مرحله بوده. خب من یه بازه زمانی زیر دست چند تا عزیز کار کردم، کارآموزی کردم و با مبالغ کم اومدم شروع کردم ترید کردن و گام به گام مبالغ بردم بالا و الانم که دارم صحبت میکنم هم خودم زیر مجموعه دارم، هم دارم کار میکنم واسه بقیه افراد و اینطور نیست که هیچ تجزیه و تحلیلی نداشته باشم و قرار باشه این $12 هم از دست بدم. نه، من اون شخصی هم که یه مسیر رو طی کرده و شبیه دانش آموز عمل کرده، یعنی چه؟ اول متوسطه رو رفته، اول ابتدایی رو رفته، بعدش متوسطه اول، بعدش متوسطه دوم و به یه دانش و تجربه تو بازار رسیدم و حالا شروع کردم به معامله کردن و این ویدیوها رو دارم میگیرم که سر اون دست از دوستانی که میگم با مبالغ کم نمیشه ترید شروع کرد، اصلا هیچ جوره راه نداره، باید حداقل $100 وارد کنیم، سر اون دست از افراد بیشتر اومدم ضبط کردم و اگر نه خود راستیتش خودم با خیلی از این مبالغ بیشتر از این حرفا دارم ترید انجام میدم و الانم داراییم اون چیزی که دوست داشتم $12 هم شده $26 و هنوزم قرار بیاد پایین تر تا قسمتی خودم واسه خودم مشخص کردم و این ریزش داره، ولی دوست دارم الان معامله‌مو ببندم و با یه سود $26 از معامله خارج بشم. خیلی واسم لذت بخشتره چون تمرکز داشتم. حتی اگه قرار باشه همین معامله هم باز باشه یه سود خیلی بیشتر میتونم ازش بگیرم، حداقلش $12 هم و $30 میتونم کنم، ولی خب دیگه بازار تو لحظه باید تصمیم بگیری، تو لحظه انجام بدی و اینطور هم نیستی که همیشه بر وفق مراد تو بازار پیش بره. خسته نباشید، مراقب خودتون باشید، بهترین ها واسهتون اتفاق بیفته و خدا نگهدار.